الحمدلله ما حنفی مذهبی میگن برخلاف مذهب حنفی گپ میزنن فتوا میتن مردم گمراه میکنن ولی همه جودا با گپ گپ درباره نمی مویای مکه رفتست مویای مکه کشکار حلال بوده است با کسایی میگن که دعوا میکنن که ما حنفیه فی مذهب گپ میزنی تحت حنفی نگی یگان کتابی ما استثنا نیست کتابای فقهی ما که همه حرام بوده همه حرامش گفتن وقتی تحقیق میکنن میگن مکروه تحریمیه مکروهی که نزدیک به حرام است برای که امام اعظم ابو حنیفه را وقتی سوال کردن گفت احرم الدم المسفوح من گفتم این دم مسفوح حرام میدونم همین خونه که ایمک میوید کو این حرامه این با اوی قرآن حرامه و میگه و اکره سته از 6 چیز دیگه را مکروه میدونم این از من یه مکروه با همون 6 چیز نمبر کرده است حضرت الذکر والانثیین والقبول والغدة والمرارة والمثانة مقصد که ذکر همون اولاد مردی بکره انثیین مویه‌هاشه خب قبول اگر موده باشه همون ده دیوانه شه غده bez میگن که این همه ژلیزه شتوید ژلیزه هست پاجیلودش ژلیزه هست همین غده را خب تلخه را غدو دیگه های دیگه یا غدو همون غدو ژلیزه میگن بعد تلخه و خچک ابیارا امام ابو یوسف سوال کرد امام محمد که وقتی حضرت امام اعظم ابو حنیفه میگه اکره و کارهم چی کراهیت در نظر داره کراهیت دخیله کراهیت تحریمیه کراهیت تنزیهی کراهیت تحریمیش دادن حرامه در حرام چسبیدگی تنزیهیش ترک اولا این به حلال نزدیکه گفت که تحریمیه کراهیت تحریمیه در بدوی صنایع از مجاهد روایت شده است شاید حدیث مرسل باشه به هر وجه صورت میگه کریه رسول الله صلی الله علیه و سلم من الشاة 7 پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهم گوسفند 7 چیزا کره بود قبول نداشت بعد همین چیزایی را که نمبر کردم یک تا نمبر کرده است منطقه خراسان ایران هندوانی در بلخ این مردم در همون عصر زمان کسی قطعی و گپ زده نمیتونست همین را سفته کردن بین فرض بین واجب فرقش گفتن علتش چیه فقط همون خیلی یک عملا یک چیه نه که ای نظریه بگیری ای فرض تو واجب خیلی فرقه کسی واجب را انکار کنه حکم به کفرش نمیکنن هیچ نمیگن بعضی آدم هست که واجب سنت هم گفته است یا حتی همین بیت واجب سنت گفته یا نه که فرض که اتفاقی کسی اگر انکارش کنه یا بگه که این فرض نیست کافر میشه سنت یگون مستحبش بگه پس بدست کو فرق در عقیده بدست کو اگر چندی در عمل حکمی هر دش یک فرض هم ترک کردی قضا واجب میشه واجب هم ترک کردی قضا واجب میشه این نوزکی و موشکافی ها در همین اصول فقه ایتا میخ چپرک توخ چپرک نمیشه اما مثلا علمای اربعه از امام اعظم ابو حنیفه را میرن روایت کردن ای شافعی را روایت کردن میگه قول الصواب يحتمل الخطا و قول غیر الخطا يحتمل الصواب گپی من درستش میشمارم نه که امکان داره که من خطا کنم میگه در صورتی که قول غیر من سفیر میگه خطا ای نزدی من نه که امکان داره که او درست بوده چرا میگن چهار مذهب حقن منوش میاد چهار مذهب حق منوش نیست که یا مذهب گیرم یا مسئله رو را سیاه کنم همه را جدیر کنم نه هر مذهب حقه به همون اصولش حقه به همون تشریعش حقه به همون ادلهش حقه یک آدم به درجه تحقیق رسید اگر به شرط همین فرقی بین همین را بدونه از اصول آگاه باشه حق داره که از یک مذهب دیگه بگذره اینا مثلا دید که مذهب امام شافعی در نظرش میتونه که این مدلل‌تره دلیلی بیشتر داره میتونه که مذهب امام شافعی را قبول کنه در تاریخ همین کارو شده بله اینا مثلا همین سلطان محمود غزنوی حنفی مذهب پدرش سبکتگین حنفی مذهب باش البتگین حنفی مذهب نگه محقق و طالب کلام بود در همین عصر سلطان محمود حقیقتا علمای مذهب شافعی بسیار با اوج ترقیات رسیدند بسیار با قوت شده بودند امام الحرمین ولی بعد همون نتیجهش در همین سیمای غزالی پیدا شد همین امام غزالی بعد بیانگوی همین مذهب شد گرفت تحقیق کرد مذهب امام شافعی گذشت در عصر
اینا زمان بعد بخاری و مسلم هم یا بگیم راویای اتباع تابعین یک عالم بود به نام ابو جعفر طحاوی. این مردک تمام خانواده‌اش همش پیروای شافعی هستند. تقوی شاگرد نمره یک شافعی است. موزی میگن کتابای یعنی مختصری مذهب شافعی همش همون نوشتگی. پدر و مادرش مریدای شاگردای شافعی. لیکن این مردک دید که اصول حنفی موافق‌تر است. اصول حنفی کار سبک‌تر میکنه. این مردک حنفیشی در مذهب ما مجتهد در مذهب. لیکن هر کسی که به حد تحقیق نرسیده حق این کار کردن نداره. دعوا کردن هم نمیتونه. چی خیلی میکنه؟ چی خیلی میکنه؟ یک زمانی در دوره المنصور خلیفه دیگه عباسی همین المنصور خودش امام مالک دوست می‌داشت. پیرو امام مالک بود. تمام خانواده‌اش در مذهب امام مالک بودن. همون شب و روزا امام مالک موطأش نوشته است. الموطأ گفت که همین قرآن و الموطأ بسیار بنویسی. کاتبا را بگید بنویسن دستور برداری کنن. دیگر تمام کتاب من یگان کتاب رخصت دادید. یگان چیز دیگه نمونه. در تمام خلافت فقط به قرآن عمل کردن کتاب الموطأ امام مالک. امام مالک پیشش اومد. گفت لا تفعل یا امیر المؤمنین. ای امیر المؤمنین کار نکن. فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار وكان عند كلهم علم. این صحابه پیغمبر بعد وفات حضرت در شهرها 5 شدند. بعضیش مصر رفت، بعضیش شام بود، بعضیش در عراق بود، بعضیش در خراسان بود، بعضیش در حجاز بود. هر کدومش از پیغمبر علم گرفتگی است. همون علم به مردم رسوندن. مردم همون روایت‌ها را قبول کردگی است. تو فتنه می‌دوزی. این کارا نکن. این فقه من گفت فقط فقه مدنی است. حقیقتا فقه مدینه همین تکیهش استنادش بیشتر میره به عبدالله بن عمر میرسه. اینا فقه حنفی این فقه کوفی است. این فقه میره همین دلیلو میروند به عبدالله بن مسعود حضرت علی میرسن. اینا فقه امام شافعی فقه مکی است. اصلا در مذهب امام شافعی که عقیده جدید مثلا عقیده نو داره و کهنه داره. میگه همین بم اساس میره به عبدالله بن عباس میرسه. همه یو مقصد پیش خود گپ زدگی نیست. برای همین انسان باید که مذهبش را تقلید کنه. وقتی که محقق نیست حق نداره که خیلی این مسئله در ایجاد بوده است که همیشه میگیره. این کمال بی عقلی است. این دیگه با شریعت عمل کردن نه، با هوای نفس عمل کردن میشه. تصور کنه که زده است یونبوش خوابش برده است میخیزه خشش نمیته تورات کنه. این خیلی میگه این در مذهب امام مالک خود تورات نمیشکنه که میخونه باشه. این دیگه عمل به شریعت نیست. عمل به همون متعمیق شد به هوای نفس شد. یا بنیش خونو باید. در مذهب حنفی باید که برای تورات توزیع کنی خشش نه. این در مذهب امام شافعی میگه کون تورات نمیشکنه میخونه. اینطوری جهالت میشود، گمراهی میشود. همین خدا رحمت کنه محمد اقبال این آدم خیلی یک آدم پیشرفته بود. در عصر 20 زندگی میکرده و خدا در عصر 21 مردم هم فراخی جهان بینی اون را ندارن. خاصتا در دین. این مردک فیلسوف بود. اصلا بود سپیچش هم فلسفه غرب بود. مکتب در کمبریج خونده است. یونیورسیته. اول چه دکترسکیش در میونخن زشیت کرده گیاد. همین قبل جهان بینیش واسه بود. اصلا همین اولی شعروش ها ببینید ابن عبدالوهاب همین قبل تعریف توصیفوی میکنه. یک گپای گفته که یک نسیم از طرف نجد آمد و فلان آمد. اما بعدها دید که همین سبب فتنه ها میشیده است. همین دشمنای دین استفاده میبردیم. و حضرت بسیار سخت تحقیق کرده گیاد. میگه راه آبا رو که آن جمعیت است. معنی تقلید ضبط امت است. اشتباه در ثبت میگیره. همون معنای تقلید چیه؟ در یک جا امت ضبط کردن که نتونی نامعقولی نکنن و گمراه نشوند. یک پیرهی برای گم نشیدن ایره باید پیرهی برای اجتهاد در زمان انحطاط قوم رو در همه پیچد بساد. در این عصر زمان ما میگه کسی دعوای اجتهاد میکنه مردم هم گمراه میکنه. ز اجتهاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگان محفوظ است. از این عالمای بدبختی که به خاطر وظیفه و منصب شده دینشون هم میفروشن، مردم هم میفروشن، خیانت به شریعت دین میکنن. اقتدا به همون بزرگایی که پیش گذشته بودن خیلی محفوظتر است. عقلت میگیره که مردک به خاطر اون که منصب قاضی را نگیره مشت شلاق به کلا گرفت، حبس به کلا گرفت، همین را فکر میکنی به خدا میگه افسانه باشه. در بعضی سری ما نمیگنجه. در این زمان سومتن مردم چهره بازی میکنن یا وظیفه را بگیرن. او رو مجبورش کرده است که بیا قاضی شو. همین شلاق به کلا گرفت هر روز 10
درش میزدن همین حضرت امام اعظم ابو حنیفه را زندان میکردن، اخیرالامر در حبس کشتن شد. میگه بکلا نگیرید او یورا کیوس کرده میشود. فکرشون رسد همه باریکتر، ورعشان با مصطفی نزدیکتر. اون مردکا جاسوس و اگنتای سریو نبودن، ای مسد نبودن، یک تقوای داشتن، طرز خدا داشتن. حضرت همین قدر تاکید کرده است که با همین بزرگی و با همین وسع اندیشه هاش یعنی هر چی را بهونه کردن در کار نیست. متاسفانه این همین فتنه ها در خدمت به حد زیاد رفته است. من نمیدونم این چی درده. گمان میکنم همین کسایی که فتنه کرده است امروز یا مربوطه استفاده شو بگیرن. شاید برای یگون غرض یگون پلانای کلانتر باشه، نه که به خدا استفاده شو کرده است. الحمدلله با حنفی مذهب میگن برخلاف مذهب حنفی گپ میزنن، فتوا میتن، مردم گمراه میکنن. ولی هم مجوده با گپ گپ در برای نمی مویه بکر رفته است. مویه بکر کشکار حلال بوده است. با کسایی میگن که دعوا میکنن که ما حنفیه. او بدبخت مردم کتاب خلاف مذهب گپ میزنی تخت حنفی نگی. یگان کتابی ما استثنا نیست کتابای فقهی ما که همه حرام بوده، همه حرامش گفته میگن. وقتی تحقیق میکنن میگن مکروه تحریمی است، مکروهی که نزدیک به حرام است. برای که امام اعظم ابو حنیفه را وقتی سوال کردن گفت احرم دم المسفوح، من گفتم این دم مسفوح حرام میدونم، همین خونه که ایمک میوید کو این حرامه، این با اوی قرآن حرامه. و میگه و اکره سته، از 6 چیز دیگه را مکروه میدونم. این از من یه مکروه با همون 6 چیزا نمبر کرده است. حضرت الذکر والانثیین والقبول والغدة والمرارة والمثانة. مقصد که ذکر همون اولاد مردی بکره، انثیین مویه هاشه، خب قبول اگر موده باشه همون ده دیوانه شه، غده بیز میگن که این همه جلیزه شتوید دی جلیزه هسته، پس جلودش دی جلیزه هسته، همین غده را. خب تلخه را غدو دیگه های دیگه یا غدو همون غدو جلیزه میگن. بعد تلخه و خچک. امام ابو یوسف سوال کرد امام محمد که وقتی حضرت امام اعظم ابو حنیفه میگه اکره و کارهم چی کراهیت در نظر داره؟ کراهیت دخیله، کراهیت تحریمیه، کراهیت تنزیهی. کراهیت تحریمیش دادن حرامه، در حرام چسبیدگیه. تنزیهیش ترک اولا، این به حلال نزدیکه. گفت که تحریمیه، کراهیت تحریمیه. در بدوی صنایع از مجاهد روایت شده است، شاید حدیث مرسل باشه، به هر وجه صورت میگه کریه رسول الله صلی الله علیه و سلم من الشات 7. پیغمبر صلی الله علیه و سلم اهم گوسفند 7 چیزا کره بود، قبول نداشت. بعد همین چیزایی را که نمبر کردم یک تا نمبر کرده است. الذکر والانثیین والقبول والغدة والمرارة والمثانة و نهایت 7 میگه و دم المسفوح. صاحب کتاب امام کاسانی میگه که مادام که در همه آخر همین دم مسفوحه که حرام است و با قرآن ثابت است گرفت در او چسبون، همین خودش دلالت به اون میکنه که همین 6 چیزی نمبر کرده شده، همش مکروه تحریمیه. چی درد دارن من نمیدونم آخه. همین کثافت به همین که مویه را بخره تو خیال میکنی که خدمتی در دین میکنی. میخوای بگو که در دیگه مذهب درسته، حنفی نگی، از نام مذهب حنفی گپ نزن. چند دید میپرم بخور توکلت به خدا. انا عجیب ده گمان میکنم که این مربوطه کن، همین مربوطه کارا کسی استفاده بکنیسته. خدا کنه که دعوا میکنیم مذهب در مذهب مستقیم باشیم، خیانت در مذهب نکنیم. برای که همین خیانت در مذهب اخیر میره خیانت در دین هم میشه. در حیات دیدیم، در بسیار دیدیم این کارا را. حضرت بخشش یا سوال همین امروزه